سلام برای بچه، من محمد امین هستم و منم محمد بختیم. امروز اومدیم با قسمت دیگه ای از ویدیوهای جی تی ای و میخوایم 10 تا از رمزهای مخفی جی تی ای رو بهتون آموزش بدیم. 5 تاشو من میگم و 5 تاشو مهدی میگم. خب بریم واسه اولین کد. اولین کد واسه لیموزینه، یه ماشین لیموزین میاد. خب من کدو زدم، حالا این رمزها رو میارم رو تصویر. اگه خواستین این رمزها رو بردارین یه اسکرین شات بگیرین بزنیم ببینیم. بله اینم از لیموزین ما. اولین رمز کار کرد، چقدر درازه. خب این از لیموزین ما، سواشیم یه دوری هم باش بزنیم. آره دیگه این کار کرد. چه حالی میده رانندگی باش. خب این از اولیش. بریم واسه نقطه‌های بعدی. اینو ما اینجا بذاریم. خب رمز بعدی ما موتور آفروده و همین به قول خودمون موتور کراس. بزنیم اینه ببینیم کار میکنه یا نه. خب اینم از رمز موتورسیکلت آفرود. گوشه ویدیو هم میارم، بریم ببینیم اینم کار میکنه. بله اینم کار کرد. اوف چه موتوری. اینم از این موتورمون. یه دوری هم با این بزنیم. دوستانی که میخوان تو کامپیوتر آموزش مود زدن به جی تی ای یاد بگیرن تو کامنت بنویسن ببینم اگه درخواستش بالا بود آموزش زدن مود به جی تی ای هم بهتون یاد میدیم. کسایی هم که نمیدونم مود چیه، مود همینایی که ماشینای ایرانی میارن، همینه مود. ماشین ایرانی میتونی بیاری و هر کار دیگه ای هم که خواستی میتونی بکنی. هر ماشینی هم که دوست داشتی میتونی بیاری. بریم سراغ رمز بعدی. رمز بعدی هلیکوپتر جنگیه که خودم احساس بکنم تو اینا تا اینجا که گفتم به درد بخورترین رمز این هلیکوپتر جنگیه که وقتی که پلیس افتادن دنبالتون اینو بزنین و فرار کنین. هلیکوپترم بزنیم. این کار نکرد چرا؟ من یه بار دیگه بزنم. خب احتمالا اینجا چون یکم شلوغه نمیاره. بیایم اینجا بریم یه جای خلوت پیدا کنیم. خب من اومدم اینجا بزنیم ببینیم میشه. بله اینجا شد. اینم از هلیکوپتر ما. بریم سوارش بشیم ببینیم چطوره.
چند تا شلیک هم بکنیم. خب اینم از این شد سومین رمزمون و بریم واسه رمز چهارم. رمز چهارم تیرهای آتشینه، یعنی اینکه وقتی گلوله شلیک میکنی به هر جایی بخوره آتیش میگیره. بریم ببینیم اینم درسته یا نه. خب آقا من الان کلت دارم، بریم به یه نفر شلیک کنیم بیرون ببینیم چطوری. آتیش گرفت. بله آقا این کدم واقعی بود. میزنی به هر جا آتیش میگیره. ببینیم با چاقو همین عمل میکنه. آره آقا عمل میکنه با چاقو. با چاقو به هر جا بزنی با لگدم بزنی عمل میکنه. آقا این خیلی خوبه، خیلی به درد بخوره. چاقو خودمونم آتیش گرفتیم. ماشینم ترکید، بریم یکم کرم بریزیم. آقا پلیس افتاده دنبال من. بریم آقا اینا رو یکم با اینا جنگ کنیم. اینجا زدن، خواستم با چاقو برم جلو پلیسی که اسلحه دار. بریم واسه آخرین رمزی که من میگم و پنجمین رمز. این دیگه اولش نمیگم چه رمزیه، یه جوری انگار سورپرایزه. این اینو بزنیم. خب آقا بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. بریم یه مش بزنیم ببینیم. یه مش بزنیم به این ببینیم. هیچ اتفاقی نمیفته. اما من از بچگی جی تی ای بازی میکردم، دوست داشتم بیام اینجوری. چرا انقدر شدت پرشش زیاد شد؟ این هم از سورپرایزمون. این شدت پرش رو زیاد میکنه این رمزی که بهتون گفتم. ببینید چقدر میکنه. بریم سخت اینشا. خب من برم، مهدی بیاد اینجا بشینه و بقیه چیزا رو اون بهتون بگه دیگه. از من خداحافظ. بریم واسه 5 رمز بعدی. باز کردن تمام است ها. Now I can't buy that crotchless bodysuit we were planning on using. Wait, Dad? Dad? Hello? Shit. I thought this was Glenn. بله کار کرد. بله کار میکنه این رمز هفتم پرتاب شدن به آسمان. بریم که حالا رمزش رو بزنیم.
یا ابوالفضل. بسم الله الرحمن الرحیم. کار کردش. خب حالا بریم واسه رمز 8 انفجاری شدن ضربات مشت. نه کار نمیکنه. I'ma whoop your ass. یا ابوالفضل. نه کار نکرد، دوستاش اومدن. این بده. Come on, motherfucker, shoot وای پلیس هم اومد. خب رمز 9 تغییر مدل موبایل ولی پیش انفجار. این رمزم کار کرد. خب رمز 10 میخوایم ظاهر کردن ماشین. بریم از اینجا بیرون که ماشین بیاد. نه نیاورد. البته فکر کنم اشتباه زدم ولی باز یه بار دیگه بزنم. نه نمیاره. خب برابچ ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو نگاه کردین. موضوع ویدیوهای بعدیمون رو تو کامنت حتما بنویسین و اولای ویدیو هم گفتم اگه دوست دارین که تو پی سی خودتون به جی تی ای تو مود بزنین حتما تو کامنت ها بگین که آموزش بعدی آموزش مود زدن به جی تی ای باشه. لایک، ساب، کامنت و فالومون کنین. زنگوله رو هم بزنین دیگه، حمایتمون کنین. تا ویدیو دیگر خداحافظ.